سلام عزیزان دل، امیدوارم حالتون خوب باشه. سر مرغ گنده نشسته باشید پای گوشی، لپتاپ، تلویزیون، حالا هر چی دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. رفقا قضیه از این قراره که وسط استریم بودم، شخصی به اسم کلپ اومد یه دونه دونیت داد و یه چالش داد. گفت که باید یه مچ بدوارز رو با وود یا همون چوب خودمون به اتمام برسونیم و وینش کنیم. اگه نتونستیم باید دوباره انجام بدیم تا بتونیم. خب آقا اومدیم به درخواستشون اهمیت دادیم، اومدیم یه ویدیو از اون درخواست دوست عزیزمون انجام بدیم. خب به خاطر اینکه مچ زیاد شلوغ نشه و من بدونم چی کار دارم میکنم، میریم این سولو این چالش رو انجام بدیم. خب بریم سراغ گیم. خب رفقا مچ استارت خورد و بریم سراغ ایداد بیداد. من یادم نبود میخواستم با وول راش بدم، یهو یادم اومد باید با وود راش بدم. خب آقا خاطر اینکه هندل نزنیم یکم چیز میز در میدارم. آها این 8 تا، با این 8 تا یه دونه برادر راش داده، دف نداده اصلا، بده یونه خوبی نداره این. آقا بریم بدش. آقا عالی. عالی. خب آقا یه دونه هم از اینا جا فکر کنم دیگه میتونیم از اینا بخریم دیگه. گفته با وود کلا، نگفته برای استکت که از اینا ما هم خفانیم و یکی از اینا بده. آفرین یکی از اینا بده. خب آقا بریم. یه دونه هم عالی. تو بود. آها خب ببینم داداش نرو. اینجا موقع در رفت. خب آقا بدشو میزنیم زود وید میکنیم. چطوره؟ در برو. میذاشتم داخل چیز بمونم، چست بمونم، بهتر بود به نظرم تا اینکه بیام از این کارو کنم. آقا تموم رفقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، ساب، کامنت فراموشتون نشه، نظرتون برام مهمه. تا ویدیوی دیگر بدرود.